سوالایی ازم پرسیده میشه که لازمه اینو توضیح بدم. فعلا تو این مرحله اصلا لازم نیست احساستو تجربه کنی. فعلا فقط دفاعها رو بشناس و هی شناسایی کن تو زندگیتونا رو. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی افتاد، بعد من دیدم دارم یکی از این دفاعها رو استفاده میکنم، بعد بگم این دفاع بودا، پس من یه احساسی اون زیر دارم که دارم دفاع به کار میبرم. فعلا تو این مرحله همین کافیه. همین که اینو بدونی خودش باعث میشه یه سری احساسا رو تجربه بکنی. شناختن این دفاعها واقعا بزرگترین لطفیه که میتونی به خودت بکنی. یه ابزاریه که تا ابد برات میمونه. و چقدر آدمی که دفاعهای کمی داره آدم دلپذیریه برای رفاقت، برای ارتباط. پس صبر داشته باشین. اجازه بده اینو قدم به قدم جلو ببرم که واقعا بشه یه برنامه درمانی. پژوهش هم پشتش هست، این جواب میده. یعنی حتی بدون حضور روانشناس این کاری که داریم میکنیم براتون خیلی مفیده. اگه بخوام الان سریع بهت یه راهکار بگم اصلا به دردم نمیخوره، انگیزه‌ای هم بهم نمیده که بخوام این ویدیو رو بسازم. مثل همیشه اگه داری از این برنامه استفاده میکنی لایک کن که منم بدونم.